مرگ ناگهانی و مشکوک یکی از مهمترین خواننده های ترکیه همین امروز کل ترکیه رو تو شوک فرو برده. بیان با هم بریم ببینیم چه خبره. دختر و پسر سلام به سری 17 خوش اومدید. اگر اخبار ویژه سلبریتی ترکیه رو میپسندین حتما کانال رو همراهی کنید. شاید براتون جالب باشه که بدونید خواننده هایی در ترکیه هستن که علاوه بر آهنگاشون شخصیتشون برای مردم ترکیه خیلی قابل احترامه. حتی بیشتر از خواننده هایی از ترکیه که ما ایرانی ها میشناسیمشون. یکی از اونها متین آرولات هست. متین آرولات 53 ساله در استانبول متولد شد. پدر بزرگ شاعر معروف ترک علی ممتاز آرولات بود. اون از دانشگاه ازمیر فارغ التحصیل شد و پس از فارغ التحصیلیش به استانبول نقل مکان کرد تا کارگردان بشه و موسیقی بسازه. متین کار خودش رو در استانبول به عنوان دستیار کارگردان در آژانس تبلیغاتی شروع کرد. فیلم کوتاهی هم کار کرد که برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز شد. بعدش مدتی بعد به آمریکا رفت و در دانشگاه ایلینویز شیکاگو در رشته تبلیغات تحصیل کرد. بعدها وقتی به ترکیه برگشت در تیمی که موزیک ویدیوهای تارکان رو فیلم برداری میکرد شروع به کار کرد و مدت طولانی با تارکان همکاری کرد. و اما بشنویم از ماجرایی که مردم ترکیه رو در شوک فرو برده. متین آرولات که به خاطر خوانندگی، کارگردانی و البته شخصیت بسیار محبوب شهرت داشت، شب گذشته روی صحنه‌ای که در استانبول اجرا میکرد ناگهان بیمار شد. آرولات که قبل از اتمام اولین آهنگ خودش در حین اجرا از پا در اومد، پس از ماساژ قلب با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد، ولی با وجود تلاش پزشکان بیمارستان نتونستن اونو به زندگی برگردونن و متاسفانه از دنیا رفت. متین آرولات در طول فعالیت موسیقی خودش به یکی از نامهای محبوب موسیقی پاپ ترکیه تبدیل شده بود و با سبک منحصر به فرد و اجراهای پر انرژیش توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. آرولات شاید برای ما ایرانی ها شناخته شده نباشه، ولی جالبه که بدونیم مردم ترکیه حتی بیشتر از خواننده هایی مثل تارکان یا محسون و یا حتی özcan deniz به متین آرولات علاقه داشتن و علاوه بر آهنگاش شخصیتش رو هم خیلی دوست داشتن، چون متین بسیار خاکی و متواضع و حتی متین بود و در اغلب پست های اینستاگرامش سعی میکرد مردم رو بخندونه و فضای شاد ایجاد کنه. اتفاقا یکی از مواردی که بعد از مرگ ناگهانی متین مردم ترکیه رو بسیار غمگین کرده اینه که متین آرولات دقیقاً شب قبل از مرگش طبق معمول در صفحه اینستاگرامش پستی با مضمون فان به اشتراک گذاشته بود. پستی در مورد عروس‌ها و مادر شوهرها که در اون تصویر خودش رو به مزاح روی مرحوم پرنسس دایانا قرار داده بود. مردم ترکیه با ابراز تأسف و ناراحتی بسیار در مورد مرگ ناگهانی متین نوشتند: همین دیشب ما رو خندوندی، چطور ممکنه که روز بعدش ما رو ترک کنی و ما به خاطر تو گریه کنیم؟ امیدواریم روحش شاد باشه و عزیزانش در غم از دست دادن اون صبور باشن. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. مراقب خودتون خیلی باشید. خداحافظ.